سلام به سلامت. آفرین به این ثوابت. حکیم نوشی جونی یعنی دونه وقتی کار تموم شد بیا پیش من. محمد علی بندانی تقدیم می کند. با نظری به کشمکش ها و جدال ها، با نگاهی به مبارزات و هیجانات که فراز و نشیب زندگی آدمیان را در بر گرفته است، سناریست حبیب الله شحمایی و کارگردان رضا صفایی به آفرینش یک داستان و خلق یک فیلم در خور تقدیم دست دادند. زیر بازارچه، داستانی از یک محیط ساده با مردمانی ساده دل، مردمانی که به ناگهان با بزرگترین و سهمگین‌ترین بازی‌های تقدیر روبرو می‌شوند. تو نقی جریان می‌کنی؟ غیر از گریه چی کار میتونم بکنم؟ زیر بازارچه، داستان یک توطئه و نیرنگ برای نابود ساختن عشقی که میرفت به خوشبختی و سعادت بیانجامد. وضعیت چقدره؟ زیر بازارچه، فیلمی که به خاطر دربرداشتن حقایق طنزآلود با موفقیت و با استقبال عموم مواجه خواهد شد و در کنار طنز و هزل شرح زندگی غم‌انگیز و ملال‌آور یک دختر و پسر جوان است که توطئه چینان هر روز با یک اتهام ناروا، هر روز با یک نیرنگ پلیدانه اندیشه جدا ساختن آنان را داشتند. شما هر چی میخواین به من بگید، ولی من پاکم. اون به من کلک زد، دروغ گفت، منو با حق بازی به اینجا زیر بازارچه، با هنرنمایی ستارگانی چون کوری بنایی، منوچهر واسو، میری، اسدالله یکتا، نوشین، ابراهیم نادری، سیمین علیزاده، کهنمویی، جنتی شیرازی، ملکی و محمد علی بندانی. زیر بازارچه، یک فیلم شاد با آهنگ‌ها و آوازهای مسئول کننده. برو بابا خودت پدرت بیامرزه. تو که من کشتی با این تمرین کردن تو قربانی طولم میزنه برای من. میزن توی دهنت. علی به من دست نزن. چی داری میگی؟ این درست نیست که دختری به سن و سال شما خودشو اینجوری به یه مرد نشون بده. به قهر خونه ما صفا آوردی، یه عالم صفا رو اینجا آوردی. زیر بازارچه، فیلمی سرآمد تمام فیلم‌های مشابه. راستشو بخواین زیر بازارچه خیلی اتفاق افتاد. زیر بازارچه، فیلم